سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خب بچه ها، امروز میریم برای حرکت اینورتد رو یا همون استرالیان پول-آپ، یه حرکت مبتدی برای عضلات زیر بغل. خب اولین حرکت نادرستش رو میبینیم که بدن به صورت وی شکل نباید باشه، چون فشار متمرکز روی عضله هدف وارد نمیشه. و حرکت نادرست دومش، دستاتون نباید خم باشه. ببینید توی این حرکت سیکل حرکتی به صورت کامل اجرا نمیشه، به خاطر همین عضله سازی صورت نخواهد گرفت. به صورت 90 درجه هم نباید بزنید. این الان به صورت 90 درجه است که فشار وارد میشه روی یه سری عضلات دیگه. خب دوستان، این فرم درست حرکته که به صورت 45 درجه باید قرار بگیریم. بدنتون توی یه راستا، دستا کامل باز و جمع میشه. البته خیلی باز نباید باشه، یه مقدار آرنجا خمه، خیلی کم. خب دوستان، خوشحال میشم کانال یا پیجمو دنبال کنین، کلیپ رو لایک کنین و برای دوستاتون به اشتراک بذارین و منو حمایت کنین. خیلی خوشحال میشم. فعلا بدرود.